خدا وکیل اینو ببینید، یعنی تو خونه احمد اینا برای حاجی هیچ قانونی تعریف نشده، هر جا دلش بخواد میره. من نمیدونم برای چه به رو میزه وسط بخوابه. تو مگه مثلا وسایل پذیرایی مثلا شیرینی، آجیلی، میوهی، برای چی اون بالای بابارم اونجوری نگاه میکنی؟ حاجی منو ببین، اونجا جای تو رفتی خوابیدی؟ قیافه رو معتادم ها چرت میزنه تک دست. حاجی چرتی، حاجی چرتی. خدا وکیلی قیافه شو.